Assalomu alaykum janobi Oli. Man modari 9 farzand g'ariba va mavjgul ay zodai nohiyai Rasht. من به شما عرض خودم رو میرسانم جناب عالی. امید جناب عالی، من مادرم، یک مادری غمزده، یک مادری جگر سوخته. امی فرزندی که میبینه دنوار دهم فرزندی منه. همین من سالهای بسویتی، سالهای قحطی، سالهای گشنگی در شیشه چراغ شیر جوش کردم. من امی بچه را 21 ساله کردم و انتها رساندم. در دانشگاه ناحیه رشت چیش کردم، داخلش کردم، خواناندمش. در سنی 21 سالگی فرزندی جگربندی من حمیدو سینای اسکندر، حمیدو علیشیر، حمیدو سمندر و بزرگ حمیدو رجب علی به قتل رساندند. در روزی نیمروزی در بین دهه در مینای خلق همین فرزندی من جگربندی من کشتن. من دویده اومده خبر کردن که بیبره که علیرضا رو با کرد در دلش زدیان میمره. من دویده کرده خدمتی تپید کردن اولا کرده و رفتم در روی علیرضا خدمت پرتفتم. گفتم که بچم علیرضا ترا کی زد؟ بچه من با گپ حرف بود. گفت که من را سینای اسکندر، علیشیر نصرالدین، ظفر نصرالدین، حمیدو رجب علی، حمیدو سمندر من زدم. 5 کس دستشم تهوش کرد. گفت 5 نفر این همینا من همین خیل کردن. اپا بوی من پسرم رو در ماشین بار کردم. برتا به ناحیه به شهرک غرم بردم، به بالیسه در تای اپیرسه. بچه من جون داد ای دست قاتلان. این قاتلان همین قاتلان هستن که 5 سال میشه ایده ما شب و شب دارن. 5 سال اینا همش یک بار جزا دیدگیان در امی نزدیک قانون. هیچ که جزاشو نداد. امی خیستن آدم لط کردن، لطفکوب کردن، در قشلاق معنیگی کردن، بهدهگردی کردن. سالای سال در تگ شیخ چخ رای پسری من را پویستن. آخرون پسری من را به قتل رساندن. این شخصا در مقامات اینا همش دلیل جنایی داشتن. همین آره همین 2 نفرش 2 نفرش دلیل جنایی داشتن. اینا همین خاطربینی کردن. این همین طریق خودش خاطربینی میکنن. همین شخصی را که کشتن، این بچه جوان مرد کشتن، یگان کس ای پسش نمیگرده. همین خاطربینی کردن و رستش نکردن. امروز گشت بود پسری من کشت. یکم بار جنایت صادر کرد، رستش نکردن. دیوم بار جنایت صادر کرد، اینا دیوم بارشی پسری من چی کرد؟ کشت. یگان کس اینا به محبس رست نکرد. انا محترم جناب عالی، من همه درد دلی خودم به تو مادرم، تو خودت مادر داشتی و خودت میگم ای خودت میدارم که تو همین عرضی من بپرسی و همین کارکنای مقامات ناحیه رشت یک چاره‌جویی کنه که برای چی که پسر من کشتیان و سر من فشار میارن. همین پسر من کشتن یگان بار 2 کس شرس کردن و یا 3 کس در آزادی گشته سادیان هیهوی کرده. دین روز در این دهه در مینای مردم در مراسم خپید من حمید و علیشیر، خپید من نصرالدین علیشیر، خپید من لط کوب کرد. من همیشه خستم گریه کرده به خونم رفتم. در مقامات ها عرض کردم. مقامات ها حتی یک روز رستش نکردن که همین کمپیر غمزده، این خودش غمزده برای چی تی نزدی؟ چوی نزدی؟ مادر را همیشه خدمت میکنن. من یگان کسش و یگان گم نزد. تا حاضر یگان کس نگفتش چیکار میکنی؟ من اینجا خستم رفتم به شهر دوشنبه زکلوچه گرفتم. ضرر میانه گرفتم آوردم در دست مفتش دادم. مفتش به جایی که علیشیر نصرالدین دیله کرده که مادری غمزده را، مادری بچه مرده را لط کرده و یا مونده و من دیله کسلیسه کرده.
این چی به عدالتیه با جایی که آدم کشا رس کنی آدم کشا پدیش که کاری سودایو مادری غمزده که فرزندش با کار دادیل سودیان کشیدن خیسای من گناهگار کرده سودیان قطعی پسرم خدایا رو جنایدلو اگر در این پای من یک تایگه باشه چیکار میکنه خیلی دودار شب کشن مادر شلت کنن حتی نمیتونه که گپ زنه رفته گفته چرا مادری پیری من شما امی جلت کرد خلاص نکرده در حبی بین دو آدم ملاقشه کردن هردش خیلی قسمت فرزندی من خدا رو جنایدلو رو دیله کردن من غمزده که فرزندی عزیز جگربند بکشتیان خیلی من بلوش سر فشار آورده من دیله کردیان من چیکار کنم که من دیله کردیان من یگان گناه نکردم یگان کس نکشتم یگان کس لد نکردم یگان کس یگان گپی گنده نگفتم همون شخصی که میبینم فرزند مکشتیان پیشم سرک میکرد میگه من زدمش مرغ رو پیتراس کرد ای باک باشم فرزندای منم عصباش ویرون میشه منم عصبام ویرون میشه مجبورم که گپی گنده بزنم باید که من حکومت کارهای کارمندای ملیسیا بدونه که این زنک این میدونه که فرزندش کشتیان بیت ما اینا یگان گپشه مقصد چی کنیم حرف بخوریم بالای این خگم درد علم و همین جوان کشتگی خیستن و بالای سری من فشار آوردن من گفزانه من دیله جنایی آواز کردن این آدم کش در روی دنیا گشته سوده بچه من دتای خاک جناب عالی من ایت خواهش دارم که همین کارا بینی بروی که این چی به دادگریه که بگه باید تایت دیگر بکشه ممکنه که با همین هوی باشه من بکشه ممکنه که با بچه بکشه ممکنه که با شهر بکشه این در این قشلاق گشتن هایهوی کرده گشته سوده کارسه در دستش دین روز نویره 12 ساله ما پیش ریخ گرفته گفته به همین کارسه تم منواتی تای ترم بکشم اینجا گشته آخرینایی گرفته به در خونه همسر خطی خونه شو رفته این چی به دادگریه جناب عالی یگان کارکنی بلیس من عرض میکنم یگان کس عرضی من نمیپرسه یگان کس نمیگه که همین فرزند یه مردانه که کشتیان دیلش خون میگریه به ما تسلای دیلی به ما تمار یه بار هم یه بار یه سود کرس کنیم نه نبرات بر زیدی من فشار آوردن من دیله کرای سودیان چی هم باید دستای منه دستای پسرانی منه او آدمایی که کشتیان سه کسی در آزادی گشته سودن هایهوی کرده بگه ما ایت کردیمش که شروع کردم نمیتونن محترم جناب عالی من ایت خواهش که بسیار دارم که تو مادرها رو بسیار حرمت میکنی ختم مادر داشتی التماس میکنم که با دادی منی مادری غم زده برس همین سه کس بخواب محبس کنه دیله جنوی من من آزاد کنی من چیکار کنم که من دیله جنوی کنی فرزندی من چیکار کنم دیله جنوی کنم بچه من وقتی که دادرش در تای خاک وید آزادی میگن سرک میتونه میگرده اگر فرزندای من فرزندای خوبن ای قانون میترسن قانون رو رعایت میکنن یا خیلی آدم دیگه باشه خیلی فرزند دیگه باشه میخواد چاکش بکنه جو میپرتایش نه که ما نمیخوایم که ما خونی به غیر حق کنیم ما نمیخوایم که بسیار در نزد قانون جنایت کنیم ما میخوایم که قانون مثال خودش امیدواره و محبس بکشه و جزا بتیه محترم جناب عالی من همه مادر غمزده پیری 75 ساله هم و دادی همین من پیر برس منم بجای مادری تو می باشم همین قاتلای همین فرزندی جگربندی من کشتیان همین با جزای جنایی کشیده شود برای که اینا جزا نتی اینا با یک کار دیگه میکنن از در قشلاق گشته سودیان من مادری 75 ساله اگر در همین پای من یگان کارکنی مقامات پسرش همین خدا نشونت یا همین تباشد چی می شود نخواه که من خودم قشلاق نمیدونم وقتی که آدم کشتن این بچه را 5 کس مصلحت کردگیان و ویدیوش هست دمو 5 کس مصلحت کردیان کشتنش یا هفته پیشکی هفته دیگه بچه را به قتل رسوندن همین نوارای ویدیویی را ما همین قیده پیش مقامات میرم یگان کس عرض ما را قبول نمیکنه همون دو کس قبلا ما همین دو کس بود تمام دیگه نیستش که وقتی که در کشتار همه باید در مصلحت خوش بدن چون که یک تای همین نبود بگه که در رئیس در ملیسیا خبر نکرد در رئیس قشلاق خبر نکرد در موازین مسجد خبر نکرد که همین بچه احتیاط نکرد که مصلحت دارن میکشنش یگان کسی این با ما خبر نداد و همین 5 کس مصلحت کردن همین بچه را کشتن اگر همین در جای ما همین یک تای دیگه باشه یک کارکنی ملیسیا همین مقامات باشن چیکار میکنن
نه که من یک مادری غم زده، یک مادری جگر سوخته، یک همی فرزند جگربندی من کشتیان که من تکیه اولش با خدا داشتم و دیگه با همین فرزندای من در شهر روسیه هم من همین دیگه حبین میکرد، همه من همین تأمین میکرد. امروز این کشتیان روی من با زمین موندگی. جناب عالی، من ای خدا با احترام خواهش میکنم که همین فرزندی من همین 5 قاتل کشته با جوابگری جنایتی کشیده شود. اگر همین با جنایتی جوابگری کشیده نشود، آیا با در همین قشلاق یشم واقعی حمزاده با چی کارو میشود؟ التماس خواهش دارم که مادری غمزده را و دادی من خدا درست جناب عالی، دیگه من هیچ غرض از خدا و خودش که ندارم. خدا مقاماتی که میرم عرض من یگان کسش نمیپرسه، بالای من خریستیان فشار میارن، خریستیان دیله جنایی شکایدیانه، نمیگن که این زنه که غمزده را بچه 21 سالش کشتیان یا در 22 مدرم سنتیابر بیت ما دست به سر این کمپیر بکنیم، بالای کار بالای کشتار این بچه خریستیان بچه ما دیله کردن، من دیله کردن که تو ما گاب نزنیم، همین دعوای همین آدم کشتار ما نکنیم، برای که من نمیخواد کرده سودیان. من شکا کنم با کی مراجعت کنم؟ جناب عالی ایختد خواهش میکنم من با تو مراجعت میکنم، همین مراجعتی من تو اکل خودت میپرسیده اکل ای بچه 21 ساله، بچه استودنت، بچه معلم بچه، من بر روزای سیاه معلم بچه کلو کردم که در روزی تنگی من دوست جون به دست میگیره. حق بچه معلم بچه بچه استودنت بچه بچه جون شیرین من میفارده بینم که همز کرسات چخ باشه و در این استود میرم مکتب تا میبینم تا غرم گریه کرده میرم. ای بچه جونی شیرین ای بچه شه بچه ای بچه قلب کاش مای، ای بچه بیا کارچه لکمای. علی جونه کرته بشیشته دادی، نمارودی خطبه کشته دادی. اخ بچه جونی شیرین مای، اخشه بچه مای، مالین بچه مای. اخ بچه بکارچه لک مای، اخ بچه کوگی باشه شفیده مای، بچه مای.